عزیزم بذار بیام کمکت. رسیدیم بالاخره. بیا بچه‌ها یه ویدیو جدید براتون آوردم. نام ویدیو اینه: گربه پیر و موش کور. حتما تا آخر نگاه کنید، خیلی جالبه. بریم. ستاره میدونی کجا آوردمه؟ نه کجا آوردی عزیزم؟ آوردمت بلندترین برج بهت نشون بدم. الانم بیا بشین یه خورده. قبلا فقط ویدیو از پشت شروع میشد، الان از پشت ادامه پیدا میکنه. واقعا انسان حریصه، برای ویوی بیشتر از ویوی بهتر استفاده میشه. حرف بزنیم. واقعا نکنه برج میلاد؟ آفرین. از کجا فهمیدی؟ الان داش حالا نمیشه اون چوبه بینتون نباشه؟ مثلا دستشو بگیری، انگار داری بوکسل میکنی طرفو. بیا 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 اینجا بشین. محمد یه چیزی بگم، خیلی سردمه. ای جان قربونت برم من. خب چرا از اول بهم نگفتی؟ الان خودم گرمت میکنم. بیا اینو بپوش سرما نخوری. مرسی محمد که من آوردی برج میلادو ببینم، ولی حیف که من کورم. عزیز عیب نداره، شاید نتونی ببینی برج میلادو، ولی میتونی دست بزنی برج میلادو. من که بهت گفتم خودم چشاتم. الانم زدم آسانسور بیاد پایین. پاشو بریم از بالا همه چی رو بهت نشون بدم. بیا بیا دیگه رسیدیم. بیا بریم الان بالا، از بالا تهران رو بهت نشون بدم. بچه‌ها از این ویدیو نتیجه میگیریم که اگه کوری یکی بهت گفت بیا بریم برج میلاد نشونت بدم، نرو، چون میبره برج میلاد نشونت میده. تا ویدیو بی محتوای دیگر، بدرود.